سلام داداشای خودم، چطورید بچه ها؟ من اومدم امروز یه چیزی میگم. اگه بد بود فوش بدین و بازم نگاه کنید. همینطوری که دارم میام دارم بازی میکنم. بچه ها نگاه کنید، گول یوتیوبرایی که میگن گان لجند رایگان و چیت رایگان اینا نخورید. با سایت هایی که معرفی میکنم. من خودم یه کار لول 400 داشتم، رفتم داخل این سایت ها. خود من مثل شما مردم چی هم؟ من اصلا تازه یوتیوب شروع کردم. خود من مثل یه دونه شما من رفتم گول اینا رو خوردم، اکانتم تبر شد. اکتیویژن اکانتم برد کرد. گول اینا رو نخورید بچه‌ها، خواهش ازتون میکنم. اگر من بد دارم میگم بخواید هر فوشی که دلتون میخواد من میگم، ولی گول اینا رو نخورید. اینا کامیونیتی کال آف دیوتی موبایل داره نابود میشه کلا با این یوتیوبر که دارن همین چیزای الکی ها رو میگن. وقتتون نمیگیرن، فقط اسمم نمیارن کدوم یوتیوبر. نگاه کنید اینا که دارن میگن چیت و اینا و گان لجند رایگان اصلا نیست، یا اگه هستم قانونی نیست. اکتیویژن بنتون میکنه دوستان، یا اکانتون تبر بشه. من مطمئنم همینجوریه. پس گول اینا رو نخونید. به جایی که این یوتیوبر ها که این کار کنن بعد به فکر کامیونیتی باشن. کامیونیتی متاسفانه یک سال دیگه دوام بیشتر نمیاره با این چیزی که من دارم میزنم. بچه ها لطفا مراقب کامیونیتی باشید. بچه ها نکته دومی که میخواستم بهتون بگم، نکته دومش اینه که شما اگه میخواد گان لجند و سی پی اینا داشته باشین گول یوتیوبر نخونید، از سایت نرید. اکتیویژن یه سایت داره که نمیدونم چی بود رفت از اونجا هر سیدر اکتیویژن به تو سی پی و رایگان اینا رو میده. اون 80 تا سی پی من بلد نبودم. یکی از رفیقام آیدی اکانت منو داشت برام وارد کرد و دیگه مهلت اون 80 تا هم تمام شده. پس لطفا الکی آیدی اکانت رو ندید به یوتیوب برای یا سایت های الکی. وقتتونم نمیگیرم. خیلی دوست دارم. عشق داداش هستید. فعلا خداحافظ.